ساعت 9:10 در واقع صبح امروز 31 می 2022 داخل اتاق تر اپل ندرلندز هلند عزیز این فارسی در واقع چیز میکنه. برای نورکر هرگز اعتنا نکن به صورت فارسی. اینو دیگه نمیخوام متاسفانه حالا این رو هم چیز میکنه، ولی خب هرگز اعتنا نکن به صورت طبیعی. نورکر نچرالی بای فارس این دیگه چیز باشه که هرگز اعتنا نکنی. حالا چیزی که هست، متاسفانه من دارم این رو ضبط میکنم برای آگاهی 100% انسان میدونه مغز داره و 100% فکر میکنه که هرگز اعتنا نمیکنه به صورت طبیعی. ما الان در واقع در موقعیتی هستیم که شیطان بی نهایت شرف داره به اوبی هم بازم تعریف میکنیم که توهمی از هیچی، بویی از انسانیت هم نبرده و نخواهد برد. شیطان در واقع با گفتن خوب و بد، نه اینکه بگه خوب و بد، خداوندگار این رو متمایز کننده خوبی ها قرار داد و با همین شیطان انسانیت میسازه. یعنی نچرال اوبی طبیعی شیطان انسانیت میسازه. با این بی نهایت شرف داره به اوبی، توهمی از هیچی هم از انسانیت بویی نبرده دیگه. ما شعار انسانم آرزوست رو نداره، ما شیطانم آرزوست بی نهایت. الان در واقع پهلوی یا ترامپ هم آرزوست، پهلوی آرزو، بی نهایت شیطان آرزو. در حال حاضر مثلا فریاد میزنه که این خرمشهر آوازان، متاسفانه انسان همه جا مغز و همه جا شعور و همه جا. و این به هر حال با اون داستانهای 8 سال خوردن ملت رو و خردل آقا جرمن و فرنچ و فرانسه و برای بچه های دیگه فراوان، US و آمریکا و راشا و روسیه و حداقل این 8 سال، حالا بحث های دیگه شو نمیگه، 42-43 سال هم که افشوره با دجال شروع شد، اوبی به نام خمینی، بعد دجال ابن دجال خامنه ای. خب این بحث این هست که آقا این به چه صورت اتفاق افتاده. این ملت دیگه هوشیار مغز قبلش نچرال اوبی طبیعی پهلوی و شیطان به هر حال گذاشت و رفت و تقدیم کرد، ولی خب با گفتن یک ایران یک مدل ایست شعار با همین در واقع انسانیت میسا. مثل ترامپ که مثلا گفتن ریل فیک جعلی و اصلی، نشون بده آقای خوبی و تو تمایز بکن، ملت رو در واقع به این روحیه بده که آقا این خوب هست یا این بد هست، هرچند که خوب یا بد نباشه، ملت مغز و همه انسان با همین انسانیت میسازه. یا در پهلوی که با گفتن یک مدل ایست، یک ایران یک خاورمیانه و یک خاورمیانه یک جهان، که با اون منطقی که داشت تولید میکرد و برها ساخت و ساز و متاسفانه نه برای چیز انسان، ولی خب داشت میساخت انسانیت میساخت.
با همین یک که مشکل در واقع چیز دارن اونجا، دین 100% با دین وارد شده و متاسفانه به نام ما اسلام جداگانه هرگز بی نهایت و فریاد میزنه با اسرائیل که اسرائیل خدای من این صهیونیست، این یعنی وحشتناکترین، مثل همین اسلام جدا و دین جدا، اوبی شیطان بی نهایت شرف داره به این دین جدا، اصلا بویی از انسانیت نبرده، توهمی از هیچ هم از انسانیت نه بویی برده نه خواهد برد. که مثلا صهیونیسم 10 تا دستور بی نهایت ارزشمند موسی که انسانیت رو بست و تحویل داد با این 10 تا دستور حداقل، که بعد حالا بیاد عیسی در واقع این رو فریاد بزنه که اصلا تو مردی وجود نداره، خب که مردانی بدون انسانیت که خداوندگار، حالا تمسخر خدایی اینا بماند، که در آخر هم محمد، حالا یک عیسی ما نمیتونیم مثل عیسی چیز بکنیم که عیسی وار باشیم، به هر حال نیاز این هست که عیسی ها تولید بشه، انسان وارد این دنیایی به این عظمت بشه و امامان و هرگز در واقع وحشت ایجاد نشه برای این امامان، و حداقل یکی همیشه حی و حاضر. اللهم صل علی محمد و آل محمد به نام مهدی در واقع همیشه باشه و حی و حاضر، غایب از نظرها، مثل عیسی که الان 12 تا حواریون ولی یکی از اونها فروخت عیسی رو که عیسی تموم بشه، مادیت رو در واقع این باز هم فریاد بزنه که این هست، ماده هستی، یعنی هرگز نر نداریم این، و با این فروختن یعنی نشون بده که عیسی یک نفر هست، بی نهایت انسان واقعی، و متاسفانه در واقع این انسان رو حالا باید بیاد و سیستمی خداوندگار این رو تزریق بکنه به دنیا و این رو داشته باشه، نه اینکه عیسی فراموش بشه. و حالا همین در واقع قرآن و امامان تموم کرد این سیستم در واقع چارچوب یک دین یک خدا رو، یک خدا یک دین. حالا فرق هم در واقع بین انسان واقعی و خدا وجود نداره، ولی خب خداوندگار یک هست، انسان واقعی یک و یک دین یک خداست و خداوندگار بی نهایت ها الکتروفیزیکال. و شیطان بی نهایت، شیطان هم آرزوست بی نهایت به اون اوبی که میاد وسط خیابون و فریاد میزنه که آقا نمیدونم مرگ بر دجال ابن دجال و دار و دست و فلان اینا، یا مثلا حفظ بکنه این اوبیت رو، با وحشت ایجاد بکنه برای ملت، این خلوص نیت، این اعتماد به نفسی که این اوبی میاد در واقع، شیطان بی نهایت شرف داره به این و میاد داخل خیابون و این کار رو میکنه، وحشت برای ملت که یه منطقی پشت این نیست که مثلا طبیعی بسازه، طبیعی یا انسانیت در واقع توامان با منطق و خلوص نیت، اعتماد به نفس در واقع انجام میشه. منطقی وجود نداره که بلند شه انسان چه آبادانی، خوزستانی، تهرانی، همه جا عزیز، قومیت ها همه، این شیطان حالا میاد آفتاب بالانس با قومیت میزنه و تأسف برای شیطانی اوبی به هر حال تو دهنمون افتاده، بعد شیطان رو
بی نهایت شیطان هاست. یه شیطان با اون چیزش در واقع خوب و بد متمایز کنندش انسانیت تحویل میده. بی نهایت شرف داره به این اوبی که میاد تو خیابون به دستور چیز و وحشت ایجاد میکنه منطق و ملت که باید منطق رو بگیرن و با اون اعتماد به نفس تمرین بکنن که آقا بیا و سریع از اون مهلکه تظاهر نمیتونی تلاش بکنی، تلاشت رو انجام بدی که فرار بکنی، در بری، مهاجرت بکنی و سریع به عنوان کارگر انبار آقاها آلمان و نمیدونم فرانسه و آلمان و آمریکا و اروپا و غرب سیستم، هرگز مردم عزیز اینها رو هرگز مردم بی نهایت عزیز یعنی بدبخت کردن همین. حالا بدبخت شاید خونه سیستم آورده براش یا ماشین افورد، افورد خدای من. خب این با حقوقی که نمیگیره میگیره، خواهد گرفت نگرفت، بسیار داستان ها این بدبخت رو مثل همه جا اسیر و عبید کردن. اوبی سازی، این سیستم اوبی پرور در واقع متوهمی از هیچی بویی هم انسانیت نبرد و نخواهد برد. متاسفانه انسان ها همه جا عزیز و حالا این گرفتار و یا متاسفانه که فردی که داخل پابلیک میریزه بیرون و نمیریزه بیرون و اگه میریخ بیرون پر نجرا میگیره، بی نهایت شرف داشت به خاطر اینکه مثلا یک متاسفانه که بتونه زندگی کنه، زنده بمونه با این شرایطی که اینا برای اوبی سازی. بی نهایت شیطان شرف داره به آقا شیطان هم آرزوست. ترامپ و پهلوی بی نهایت میاد فریاد میزن. حالا سمپل ایران رو ما داریم میگیم و جای دیگه خدای من که مثلا فریاد چیز میاد بعد اپوزیسیون انواع اقسام داستان ها با حتی با جملات اینا وحشت رو تزریق میکنن به ملت و مثلا بعد از 40 خورده ای سال کسی که نفهمه با خداوندگار من اوبی که اونجا فریاد چی میزنی؟ آقا هم در واقع مشغول و حالا 4 جلسه هم قبلا رفته و یا میره و الان بسیار هم خرسند و دجال ابن دجال دروس کیف و تو چیزش که با همین هم تغذیه در واقع اپوزیسیون نداریم. بی بی سی و وی او ای یا اینترنت زارت و زورت و اینا رو فراهم بکنه و وحشت رو برای مردم ایجاد بکنه، مردم تصمیم چیز نگیرن اون عقلانی. حداقل با همین یک چیزی که برای متاسفانه انسان ها یک نفر هم بی نهایت عزیز، ولی خب داستان یه چیز دیگه است. حداقل این رو مترومون پل میخوره به کجا؟ از دل آبادان و 8 سال حداقل افشوره اون 8 سال پل میذاره به اونجا آقا بخواد اون رو زنده بکنه با خودش و فراوان اپوزیسیون داره مثل علیمون رضای علی هست و رضا هست و نوریش هم که نور هم هست و یه نوری میخوره. آقا نور تو خانه کجا؟ پدری ایران، هم علی هم رضا داریم اونجا دیگه. چی یه نورم در دل لندن. نگران نباش فراوان هست. من این اوبی یه چیز رو مثال داشتم. اگر این اوبی یک لحظه این انسانیت در واقع در وجودش بود،
این هرگز چیز نه. بعد از 40 و خورده ای سال با اون تعفن و اینها، کت و شلوار تایت و نمیدونم خدای من، اوتو نمیگم، اوتو کشیده و خودرو کشیده و موی اوتو، اینم شیو کرده و توتالی کاملا اورجینال هم هست، بیوتی و بسیار پشتک بارو هم میزنه پشتش هم که به کتاب و بسیار از دل لندن. زرمون نشد، بچه ها تحت تعقیب قرار گرفت و الان میگن زر رو در واقع پرن بی نهایت شرف داره، ولی این پرن ناگهانی اتفاق افتاده و بچه ها چیزش کردن بالا بالا کن فرانسش. بماند که یکتا جمالی موزیزی گلو تابتا آب جمالی، یکتا یه دون از جماله، با نمیدونم فونش و با اجاق برقش و داستان های زیمه، حداقل با اینا شروع کرده. الان لایسنسش کجاست؟ چاینا. حالا اتوهاش بماند، علیمون علی رضا نوریزاده نور تایت شده، شلوار کراوات و کت و شلوار رو اتو خورده. حالا اوبی رو در واقع به عنوان مثال انسان حالا بیاد چیز بکنه و موهارم اوتو رد شده، اورجینال هم ریخته بیرون و این کلن چیز هم که اوتو هم کت و شلوار هم که اورجیناله، فیک و آقا فرستاده اینجا اورجینال کرده براش، جرمن هم جایی دیگه، فرانسه، یوکی، حالا یو اس و اینا بمانه در دل لندن. این اگر یک لحظه چیز داشت هرگز ملت رو دعوت به اون آوردن و وحشت ایجاد کردن نمی‌کرد. این اوبیه هیچی ندار که هیچ، خدای من شیطان بی نهایت شرف داره به این که بکشونه داخل خیابون. الان میگن قبلا نشون میداد صورت ملت رو، مثلا حالا بیشتر و بیشتر این مثلا با همون کت و شلوار تایتش و اینا اطلاعات براش میرسه و این رو در واقع پکیج شده و ملت هم دیگه نشون نمیده. در دل شب و ناگهان نوری هم بر میخیزد، نوری زاد. بعد از اون طرف از دل در واقع خوزستان عزیز عرب، همه قومیت ها عزیز، اینا بیشتر مثلا به خاطر حالا متاسفانه اون گرد و غباری هم که باز همین رژیم و همکاریاش با این ایجاد میکنن، وای فای ریزگرد و اینها همه چی خاک بر سر بر سر ملت میکنن. همچنان حالا جای دیگه هم هست نمونه اهواز و جای دیگه. این میاد از تو دل این یک مثلا نشون میده، عمامه هم هست، عمامه نیست ولی خب یه چیزی گذاشته شبیه عمامه و ریش هم هست و مثل دجال هم خمینی زیبا هم هست، ولی خب این کامل مثلا فیک، ریش فیک، اورجینال رو بیوتی مرد، زیبایی مرد اورجینال اصلی و موی مرد فیک هم با چیز پوشونده و بسیار شبیه به اون دجال ابن دجال خامنه ای. استراحت بهش بده حداقل با این موضوع. میاره علیمون نوری، علی رضا از دل لندن نوری زاده میشه، اورجینال هست، کامپلیتلی کاملا با چیز خودش شیو کرده، ریخته بیرون زیبایی رو و کت و شلوارش هم که تایت شده اورجینال هست دیگه. در دل تایت هم هست بسته که این اورجینال در واقع ایرانی اصیل در خانه پدری.
میاد با کجا؟ با فیک اصیلمون مثلا بسیار زیبا این بالا پایین بکنه اورجینال و فیک یک زمان. یا خدای من این کامل اوتو رفته از روش، موها اوتو کشیده و شیب شده و کت و شلوارم اوتو رفته، اوتو حالا پرشه نمیدونم هست فراوان، اوتو زیمنس. حالا اینا بماند که آقا دیگه لایسنسشو داده چاینا و بچه ها اونجا مشغولن، ملت بدبخت چین. میاد و حالا این 20 دقیقه بیشتر شده چیز نمیشه. میاد و در دل لندن با فیک ناگهانی که مترومون پل بخوره به کجا؟ 8 سال ملت رو خوردن، چه ملت بدبخت عراق، چه ملت بدبخت و اسیر ایران. و حالا افغان هم که طالب هم که گذاشته بالا سرش رو، آقا رو محافظ دجال ابن دجال رو محافظت بکنه و این کارخونه براش بگرده، کارخونه متریال و این مواد و انرژی، نوکلر، کیک زرد، بسیار بسیار. حالا کلایمت، تغییر هوا با هوایی ناگهانی و کلایمت چنج رو بماند که ملت بدبخت افغان رو هم وارد این داستان کرده و همچنان تزریق بکنه و ناگهانی چندین میلیون که بیشتر و بیشتر از این بکنه و هم چیز بکنه. حالا ایران برده ایرانی مثلا دیگه خودش نمیتونه چیز بکنه، تأمین بکنه و میاد و فلان و اینا، یه مقدار بچه ها میگن داره ناز میکنه و افغانی بدبخت برده در برده بیاد و انجام بده. سیستم اوبی ها، شیطان در واقع، شیطان هم آرزوست، پهلوی و در واقع 100% ترامپ. حالا همه جا میتونه این رو چیز بکنه، گزینه بکنه و شیطان هم آرزوست رو با این وضعیت جهان به این که این اوبی ها به کجا رسوندن آرزوی اینها رو بکنه 100%. و حالا این فیک مثلا از خوزستان برخواسته بیاد و با اورجینال اصیلمون، این فیکی هست که نشون اصالت و عرب و حداقل هم قومیت ها رو به چالش و شیطان هم آرزوست. انسان مگه خوزستان، تهران یا همه جا عزیز براش فرق میکنه که مثلا بعد از این همه مدت مغز نداره، این هیچ چیزی بیاد برای دیگران وحشت ایجاد بکنه با اومدن داخل خیابون و فریاد آقا مرگ بر دجال ابن دجال، چیزی ازش چیز میکنه. و بسیار هم خوب، حالا چند مدتی هم که انجام شده آقا خوب، در همین حال حاضر شما وردار و این رو برای خودت یک چیزی داشته باش و بلند شو بکن یا پناهندگی رو طلب بکن، هم از همین اوبی های شیطانی خورده و آلمان و فرانسه و سوئیس و جاهای مختلف علل خصوص اروپای غربی، حالا آمریکا و کانادا و استرالیا بماند. مردم عزیز اینا هرگز رو نمیگم، انگلیس علل خصوص، اول انگلیس، بعد اروپای غربی، بعد حالا یو اس و کانادا و استرالیا، حتی ژاپن و اینا. برو آقا برو چیز فرار بکن وضعیت بفر. باز هم عذرخواهی از ملت عزیز اینجاها و اونها هم همه درگیرن و اونها هم آقا مثل آلمان عزیز، مردم عزیزش
دیگه چیکار بکنه با اسکلز ها، مرکل ها، اوبی ها، شیطان هم آرزوست، دیگه چیکار با فرار میکنه دیگه با کروناش و پنیکش و یارو دیگه بیاد اسلحه بذاره رو شقیقه طرف و بگه تو استرس وارد کردی و ماشه رو شلیک و بعد بره پلیسش هاگ بکنه. اون کشته شده، ملت هم در وحشت و کرونا. خدای من، ابزار اوبی، توهمی از هیچ هم از انسانیت بویی نبرد و نخواهند برد اینا. این بدبخت ملت آلمان بذاره بره اروگوئه و پاراگوئه، جای بسیار عزیزم، بسیار. خداوندگار حفظ و همه انسان ها مثل همه انسان ها دیگه چیکار بکنه. و اون دجال ابن دجال هم الان بسیار خرسند و بچه ها هم که اپوزیسیون حلیم و نوری زاده حداقل دیگه تایتو فیک و اورجینال، همین با فیک و اورجینال وحشت برای ملت ایجاد. خود God bless human، شیطان هم آرزوست. ترامپ و پهلوی بسیار بی نهایت.